سلام دوستان، به کانال آموزشی وردپرس چی خوش آمدید. لطفاً قبل از مشاهده این ویدیو چنل یوتیوب رو سابسکرایب کنید. سلام دوستان، به کانال آموزشی وردپرس چی خوش آمد. توی این ویدیو قراره که داخل سایت والتر اکانت بسازیم و آموزش و نحوه وریفای کردن و حسابی داخل سایت والتر رو بهتون آموزش بدم که ببینید به چه صورت هستش. خب وارد سایت والتر لطفا قبل از مشاهده این ویدیو چنل یوتیوب رو من سابسکرایب بکنید، لایک ویدیو هم فراموش نکنید، هر سال اضافه داشتین کامنت بکنید. بار سراغ ویدیو، سراغ آموزش. اول از همه باید شما وارد سایت walter.com بشید. وارد سایت والتر ایمیل دیگه خب مهم نیستش. ایمیل یکی از دوستان گرفتم و میخوام با اون حسابیت انجام بدم. VPN هم خاموش میکنم تا بتونی بهتر. این ایمیل یکی از دوستان هستش که میخوام واسش وریفای بکنم. تو می‌بینی سایت والتر فیلتر هستش و ایرانی ها رو قبول نمیکنه و باید حتما با VPN وارد این سایت بشید. سایت walter.com. خب چند ثانیه صبر میکنی. خب همونطور که ببینی یه خطایی میده، یکی 60 ثانیه باید صبر بکنید. این خطا به دلیل اینه که این خورده IP تون مشکوکه و VPN رو شناسایی میکنه. خب توی همچین مواقعی میگفتم که ویندوز سرور شما میخورده که مثلا میخواین حسابیت بکنید، میخواین وریفای بکنید، میخواین اکانت چیزی بسازید. بعد اینجور مثلا وارد سایت که شدین ساین اپ میزنید و اینجا آدرس ایمیلتون رو وارد میکنید. من ایمیلی رو که میخوام وارد بکنم این هستش. حفظش نکردم. خب این پسورد هم ساختم. پسوردش باید از حروف بزرگ و حروف کوچیک و یک نقطه یا ادساینی یا اعداد استفاده بشه. خب استارت وریفای رو میزنی. حتی با توجه داشته باشید که باید یه سری اطلاعاتی رو داشته باشید تا بتونید وریفای بکنید. خب اینجا میگه فرست نیم، مثلا من میزنم علی. اینجا مثلا میزنم حسین. اینجا اشتباه حسینی. استریت هم میزنم استریت، مثلا آلی چرت و پرت زدم. شهرم میزنم تهران، حالا مهم نیستش، توجه نمیکنه این چیزا. کشورم باید معمولا نگاه کنید شما برای ساخت و احراز هویت داخل والتر حتما باید یک کسی رو داخل خارج از کشور که با استفاده از کردیت کارت هم بتونید احراز هویت رو انجام بکنید دارید که مثلا بیاید شما آیدی کارتتون رو، آیدی کارت خارجی البته، یا مثلا پیپلی، کردیت کارت چیزی بیاید اینجا فایلشو یا عکسی اسکرینی چیزی ازشو آپلود کنید اینجا به همراه اطلاعات طرف مقابلی که مثلا میخواید چیز کنید احراز هویت رو براش انجام بدید. مثلا به عنوان مثال مثلا اسم اینا رو که زدم من، آدرس هم که آدرس حالا مهمی نیست، شهرم مهم نیست. وقتی میبینیم حالا کشور اینا رو بخوایم انتخاب بکنیم حتی ما توجه داشته باشید که باید شهر و
کشور اینا باید سعی کنیم که روی آدرس اون جایی که کردیت کارت یا حالا اون پیپر اینا وریفای شده ثبت شده باید اونجا ثبت. مثلا به عنوان مثلا یه طرفی هستش که مثلا میبینید توی آمریکا مثلا ثبت شده یا مثلا توی آلمان ثبت شده، هم میرن جرمنی آدرس اونجا میزنه، مثلا پستال کد هم که میزنه این مهم نیست خیلی، حالا چه ایرانی بشه چه خارجی باشه مهم نیست پستال کدش. یه شماره تلفن میزنید مثلا میزنید 019 میگم بازم اینم مهم نیست، فقط کشور و اینا مهمه. کمپانی نیم هم که همجوری چیزی میزنید www.dgkanal.com. خب اینجا یه سری سوالا در موردتون میپرسه که مثلا کارتون در مورد چیه، بیزنستون در مورد چیه، مثلا میگه که آموزش سرویس چیه. اینجا میایم پایین‌تر یه سری سوالاتی میپرسه در مورد کسب و کار، مثلا میگه آیا تکی هستی، آیا مثلا 1 تا 50 نفر هستین، بیزنستون کوچیکه، بیزنستون متوسطه، بیزنستون خیلی بزرگه. گزینه دوم انتخاب میکنید. اینجا من یه سری چیزایی رو میخواد ازمون که حالا میتونی فکر کنم بشه خالیش کردش. البته نه همجوری چیزی میزنیم. پس باید این حالا این رسولیتی که من به تو آموزش میدم واقعی نیستش که بخوام اطلاعات دقیقی و واقعی رو وارد کنم. فقط جهت اینه که حالا شما یه آشنایی رو پیدا بکنید با نحوه احراز هویت سایت والت تا بتونید احراز هویت خودتون رو انجام بدید. پس همونطور که توجه داشتی باید حتما داخل خارج از کشور یک کسی داشته باشید که بتونید حسابتون رو وریفای بکنید با استفاده از کردیت کارت یکی از دوستان. البته پیپال هم قبول میکنم ولی خب کردیت کارت شارژ $250 بهتون هدیه میده و کلی مزیت دیگه داره. مثلا شما وقتی که وریفای بکنید این داخل سایت والت حسابیت بکنید میتونید بیاید وارد قسمت پروداکت بشین، بعد اینجا میتونید سرور بسازید. خب میگه کنید سایت والتر یه سری مزیت ها داره، یه سری معایب ها داره. از مزیتاش میشه به مثلا کار کردن سرورش مثلا روی ایرانسل اشاره بکنید چون اکثر سرورش روی ایرانسل کار میکنه. دومین مزیتی که داره این سایت والت اینه که $250 شارژ اولیه بهتون میده که خودش چیز خیلی خوبی هستش. یکی از مزایای دیگه که میتونه داشته باشه اینه که پشتیبانی خوبی داره، ولی تعداد معایبی که داره بیشتر از مزایا. مثلا معایبی که داره سرورش خیلی گرونه، بیش از حد گرونه، مثلا از هدسن و دیجیتال اوشن و هاستینگ رو اینا خیلی بیشتر گرونتره، چندین برابر این سایت ها. و اینکه اکثرا فیلتر هستش، به شانس مثلا میتونی سرور سالم پیدا بکنید. و معایب دیگه هم که داره اینه که ساعتی فکر نکنم کم بشه. حالا تا اونجا که من خبر دارم چون کیپ پولتون شارژ میشه همون لحظه پول رو برداشت میکنه از کیپ پولتون. حالا تا اونجا که من خبر دارم به این صورت. و اینکه سرعتش حالا یه خورده روی همراه اول اینو پایینه و یه سری از سرور لوکیشنش هم اصلا کلا اینه روی همراه اول کار نمیکنه. خب میایم مثلا ما با عنوان مثال خواهیم بیایم سرور بسازیم، میایم میذاریم روی این و مثلا لوکیشن مثلا لندن رو انتخاب میکنیم. لندن اکثر روی همه اپراتور کار میکنه، ولی خب میگم همه اپراتور یا روی همراه اول کار نمیکنه یا کلا ضعیفه یا اصلا پینتره. به شانس یه چیز درست حسابی شاید بهتون پیدا. مثلا میره سیستم عاملش هم میذاره روی اوبونتوی 22. بعد اینجا مثلا میره انتخاب میکنیم که مشخصات گرافیکی چی باشه، مثلا 3 ترابایت معامل بندویچ میده،
ترافیک میده بهتون که چیز خیلی خوبی نیستش. این هم جزو یکی از معایبی هستش که داره که مثلا بهتون 4 ترابایت ترافیک در اصل مثلا هدست بهتون 25 ترابایت ترافیک میده بهتون، ولی این مثلا 3 ترابایت میده، مثلا 2 ترابایت میده. پس یکی از معایبی که داره سایت والتر اینه که بهتون مثلا 3 ترابایت میده یا 2 ترابایت میده، پایین ترینش بهتون 2 ترابایت میده. خب میاد پایین تر مثلا میگه که آتو بکاپ، مثلا میگه که به صورت خودکار بکاپ گرفته بشه یا نه، که مثلا میگه از این معاملش $1 هستش. مثلا ما اینو میزنیم میگیم که آقا ما نمیخوایم، که حالا ما میزنیم باشه. اینجا مثلا تعیین میکنم که IPv6 فعال باشه یا نه، مثلا IPv4 پابلیک باشه یا نه، یا مثلا پرایوت باشه. اینجا مثل ترجمه دیگه هستش. اینجا میایم مثلا اینجا میایم ما مثلا اینجا نام سرویس همون انتخاب میکنم، مثلا میذاریم تست. اینجا میایم که خودش مثلا میسازه خودکار لیبل سرور، مثلا میذاریم تست 1 و سرور رو میسازه به همین راحتی. پس گفتم بهتون تنها راه و روشی که مثلا بتونید اون $250 رو بگیرید ارزیابیت با کردیت کارته، که حالا میتونید کردیت کارت از یکی از دوستانتون که در خارج از کشور هستن میتونید بگیرید و از کردیت کارت اونا استفاده بکنید. ولی حتما توجه داشته باشید که شما به بحث این که کردیت کارتون به این اکانت وصل بشه و مثلا به عنوان مثال شما $10 پول حساب براتون شده، اگر اون $10 رو ندید یا مثلا بخوایم ببیشونید یا مثلا $10 رو بدید یا مثلا حالا اتفاقای دیگه بیفته، سایت والتر دسترسی کامل به کردیت کارتون داره و راحت میتونه هر مبلغی که بخواد از حسابتون برداشت کنه، چون کل اطلاعات حساب شما رو داره و میتونه راحت حسابتون رو خالی بکنه به هر دلیل. یه موقع میبینید پولشو نمیده، یه موقع میبینید که اتفاقای دیگه میفته. اینو گفتم که در جریان باشید. با پیپال هم میشه رزرویت کرد، ولی یه سری معایبی رو داره که مثلا $250 بهتون نمیده و پایین‌ترین مبلغ شارژش $10 که مثلا سرورش $7 ماهانه است که اصلا نمیارزه. بهتون گفتم این اکانت فقط به خاطر این میارزه که وقتی شما با کردیت کارت اعراض هویت میکنید بهتون $250 شارژ اولیه میده. منم خودم یه اکانتی رو داشتم داخل همین سایت والتر، اعراض هویت کرده بودم، ولی متاسفانه به دلیل رعایت نکردن سری نکات امنیتی مثل تغییر آی پی و اینا که آی پی با همون آی پی ایران وارد شده، به همین دلیل باعث شدش که اکانت من مسدود بشه و به طور کامل حذف بشه، یعنی حتی نشه برش کرد. پس به شدت زیاده و ریسک بند شدن داخل سایت والتر به شدت زیاده و حتی ما توجه داشته باشیم. خب کلیت آموزش ساخت اکانت والتر همین بود و آموزش دیگه نداره، فقط همین بود که میامده این رو میزدی، اسمتون رو میزدی، آدرس و لوکیشن و اینا رو میزدی و میرسید به قسمت کردیت کارت که اونجا یه عکسی یا یک مدرکی از اون حسابتون رو ارسال میکنید واسه سایت میفرستین واسه سایت والتر و بررسی میکنن و حسابتون رو تایید میکنن. خب کلیت آموزشش بود. امیدوارم که لذت برده باشید از این ویدیو. حتما لایک و کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکنید. منتظر آموزش‌های بعدی باشید. آموزش‌های بعدی دیتا سنتر مختلفی رو که ایرانی ها میتونن داخلش
رضایت بکنید و ثبت نام بکنید حتما براتون آموزش رو میگیرم و میذارم دیگه براتون که بتونید ازش استفاده بکنید و جایگزین سایت هدسنرتون باشه. خب تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.